سلام عزیزان، وقت شما بخیر. امشب برامون یه BMW آوردن X3 تستش کردیم. مشکل از پمپ و بوستر نبود. دقت کنید دقیقا ABS زیر دقیقا پمپ و بوستر قرار گرفته. باید برای باز کردن ABS پمپ و بوستر رو باز کنیم، پمپ رو براشون توازنش رو نو میکنیم، به بوستر دیگه دست نمیزنیم. عرضم حضور شما مشکل خالی کردن داره که از ABS شیر برقیاش مشکل داره. حالا میخوایم که انشالله ماشین امشب بخوابه. عرضم حضور شما برای صبح انشالله مشغولش بشیم و انجام بشیم. دوستان از اینکه پیجمو حمایت میکنید و